حاضری 1 تومن این جعبه‌ای که نمیدونی چیه رو از من بخری که پیتزا برندشی؟ خب 1 تومن؟ 1 تومن رو که فکر نمی کنم بتونم الان، یعنی ندارم، ولی فکر کنم بتونم 500 تومنشو برات بریزم، از بابام بگیرم. باشه. میریزی واقعا؟ باشه، زنگ بزن به بابات بگو. جدی واریز کرد. فکر میکنی ارزششو داشت؟ خب آره. چرا ارزششو داشت؟ به نظرم از اونجا که میشناختمت خب پس میشناسی. نگفته بودی دیگه کیه که نشناسه. به نظر من سود کردم، یعنی ضرر نکردم. پس اینو 1 دقیقه بگیر. اون جعبه رو بده به من. در جعبه رو باز کن. پولی که زده بودی چون پولتو نمیخواستم، فقط میخواستم به پیتزا بدم. مرسی. بیا عزیزم، نوش جان.